بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانم و خواهران موحدم، امروز می خواهم در موضوع انتخابات طاغوت زمانه، یک نمود شرک اکبر صحبت بکنم. زیرا بعد از یک دو روز در تاجیکستان انتخابات رئیس جمهور به وقوع می پیوندد و این وظیفه ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت است که شما مسلمان ها را آگاه بدهیم و هشدار سازیم که در این نمود انتخابات ها اشتراک نمودن این شرک اکبر و کفر بواح است. برادرانم و خواهران موحدم، بله، این وظیفه من طالب علم اهل سنت و الجماعت است که حقیقت را پنهان نکنم و به شما بیان بکنم، زیرا که این قول خود الله سبحانه و تعالی هست که الله میگوید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. همان آنهایی که پنهان میکنند آن چیزی را که ما نازل کردیم از چیزهای آشکار در کتاب و هدایت، بعد از آشکار شدن در قرآن پنهان میکنند، دین را پنهان میکنند، سخن حق را پنهان میکنند، اینها را الله لعنت میکند و تمام لعنت کننده ها لعنت کرده است. بنده نمیخوام که از جمله این چنین انسان ها باشم. مسئولیت علما و طالب علم بینیت مسئولیت وزین است که باید سخن حق را بگوید و هر یک کفر و شرک را در زمان خودش انکار بکند. و این امر الله سبحانه و تعالی از باب امر بالمعروف و نهی از منکر است که الله میگوید ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید حتما از بین شما ای امت اسلام یک جماعتی باشند که دعوت به سوی خیر بکنند و امر به معروف و نهی از منکر بکنند. بزرگترین امر به معروف این توحید است. امر به توحید است. معروف بزرگترین توحید است و بزرگترین نهی از منکر این نهی از شرک است و کسانی که به همین عمل مشغول هستند اینها نجات یافتگانند. پس ای برادرم تو دوستی من هستی، ای خواهرم تو دوستی من هستی، زمانی که موحد هستی بدان که الله سبحانه و تعالی من و شما را گفت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنها، مؤمن مردها و مؤمن زنها، یعنی اهل توحید، بعضیشون دوستی بعضی دیگر هستند، دوست هستند، به هم دیگر نصیحت میکنند، به هم دیگر امر معروف میکنند، به هم دیگر تنبیه میدهند، هم دیگر را هوشیار میسازند، یادرسی میکنند. پس ان همین است وظیفه من و شما. بارک الله فیکم. پس امروز بیان حق این جرم شده است، اما الله به ما امر کرده است که فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. حق را آشکار و واضح بیان بکن، از باطل جدا نما و باطل را بیان بکن، از حق جدا نما. فاصدع، کلمه فاصدع یعنی حق را آشکار بگو و از باطل جدا بکن. حق حق است و با باطل آمیخته نباید بشود. و از مشرکین اعراض نما، روی گردان، دور باش. اما من و شما ای مسلمان ها، من و شما در یک زمانی زندگی داریم که فتنه جوش میزند، فتنه کفر، فتنه شرک، فتنه ردت، فتنه نفاق، زندقه، فتنه خیانت جوش میزند. اهل علمی که، ملاهایی که مردم
گمان میکردند که اینها دفاع کنندگان دین اسلام هستند، اینها حمایت کنندگان اسلام هستند و حمایت کنندگان قرآن و سنت هستند، امروز میبینیم که با تمام جرأت و با تمام حرکت و با تمام قدرت و تواناییشان بر ضد اسلام و مسلمین، بر ضد احکام قرآن و سنت مبارزه میبرند و سخن میگویند. به بنده خبر آمد که یک چند هفته پیش، اگر انتخابات بعد از 2-3 روز شود، یک چند هفته پیش این لشکران طاغوت، امامهای مساجد در بالای منبرها در روز جمعه شروع کردند دعوت کردن را به سوی انتخابات، به سوی دموکراسی، به سوی انتخاب کردن پیشوایشون، به سوی قانون بشر برآورده. مگر ما پیروان همین ملاها هستیم؟ مگر همین ملاها ما را نجات میدن؟ نه والله. هر کسی که پیروی از این نمود ملاها میکند عاقبتش گمراهی است، ضلالت است و هیچ عذری در نزد الله ندارد. یهودی ها یکی از سبب‌هایی که کافر شدند و مشرک شدند و الله اونها را گمراه گفت و لعنت کرد، همین بود که پیروی از علما و پیشوای خود 100% کردند. اگرچه علما و پیشوایشون بر ضد الله و رسول سخن کرد، اونها قبول کردند. حرام الله را حلال کرد، قبول کردند. حرام را حلال کرد، قبول کردند. امروز آیا این علما به نام علما، این خیانتکاران در بالای منبری رسول الله صلی الله علیه و سلم عیناً همون عملهای یهودی ها را انجام نمیدهند؟ بله، آشکار میبرند، حرام الله را حلال میگویند و شما را دعوت میکنند به شرک و کفر. الله المستعان. بله، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند، خیلی که در روایت امام مسلم آمده است از ابو هریره رضی الله عنه و غیر از صحابگان که میگویند ستكون في امتی فتن كقطع الليل المظلم، در بین امت من فتنه های میشد بمانند قطعه های یک شب تاریکی، یعنی فتنه ها زود به وجود می آید. تصبح الرجل مؤمنا او يصبح الرجل مؤمنا و يمسي كافرا، یک مرد پگاه روزی می خیزد مسلمان و بیگاه می شود که کافر می شود. یعنی از پگاه تا بیگاه این چنین فتنه زیاد است که در یک روز کافر می شود. و تمسی مؤمنا و تصبح کافرا، بیگاهی مسلمان می هست اما پگاه روز در یک مدت شب کافر می شود. یبیع دینه بعرض من اعراض الدنیا، دینش را به یکی از چیزهای ناچیز دنیا می فروشد. برای امروز ما تاجران دین را بسیار دیدیم، خیانتکاران را بسیار دیدیم، اما اهل توحید، طائفه حق، منصوره و ناجیه، اهل سنت و الجماعت، پیروان قرآن و سنت با فهم سلف امت وجود دارند. این طائفه وجود دارند که حق را میگویند و عمل میکنند و کفر بالطاغوت دارند. پس برادرم، باید بدانی مسجدها این مکان ذکر الله است. مسجدها این مکان است که باید حق گفته شود. مسجد و منبر مسجد این مکانی که باید در اونجا شعاری لا اله الا الله محمد رسول الله بالا برده شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، چخیلی که در روایت صحیح در مسند و سنن آمده است، ان هذه المساجد انما بنیت لذکر الله، میگن که همانا که این مسجدها بنا کرده شده است برای ذکر الله. ای اهل علم، ای علما، از الله بترسید. در درون مسجد شعاری انتخابات، شعاری دموکرات، شعاری طاغوت پرستی را بالا نکنید. به نزد الله سبحانه و تعالی می روید و جواب خواهید داد. پس در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک مرد در درون مسجد درباره شترش صحبت میکرد.
شترش گم شد، شتر این مرد گم شد، به درون مسجد در آمد و در موضوع شترش با دیگر انسان ها سخن میکرد، میگفت که شتر من گم شد. و در همین باره پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا رده الله علیک، یعنی این مرد به مسجد در آمد، پرسان کرد که شتر مرا کی دید، شترم گم شد. این چنین سخن میکرد که رسول الله گفتند الله این شترت را به تو نگرداند، این شترت را دیگر نبینی، زیرا که فإن المساجد لم تبن لهذا، زیرا که همانا که مسجدها به خاطر این چیزها بنا نشده است. کدامش بزرگ است؟ در موضوع شتر گم شده در درون مسجد سخن کردن و سوال کردن مسلمان ها از شتر گم شده، یا که در موضوع دموکراتیا و انتخابات صحبت کردن و به سوی کفر دعوت کردن، کدامش بزرگ است؟ همه میدانیم که دعوت کردن از بالای منبر به سوی انتخابات و به سوی دموکراتیا و به سوی قانونهای طاغوتی این شرک اکبر است و این بزرگ است و به نص سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این حرام است. مسجدها برای چی بنا شدند؟ الله میگه مسجدها همه از آن الله هستند. فإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مسجدها همه اش برای الله هستند و به خاطر توحید بنا شده اند، به خاطر اینکه یگانه الله عبادت کرده شود. فلا تدعوا مع الله احدا. در درون مسجد کسی دیگری را دعا نکنید، به سوی کفر و شرک دعوت نکنید، به سوی انتخاب کردن غیر الله دعوت نکنید، به سوی انتخاب کردن غیر قانون الله دعوت نکنید. این دعوت به سوی شرک اکبر است. ای خائن‌های طاغوت پرست، از الله بترسید. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. در خانه‌هایی که الله اجازه داده است که بلند کرده شود ذکر الله در اونجا، نام الله، کلمه لا اله الا الله باید بلند کرده شود در این مساجد. سبحان الله. اما اینها مسجدها را، منبرهای رسول الله صلی الله علیه و سلم را تبدیل دادند به سوی دعوت به سوی طاغوت، دعوت به سوی دموکراتیا، دعوت به سوی طاغوت پرستی، انسان پرستی. الله المستعان. اما بله، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک سخن زیبایی را در موضوع امام‌های گمراه گشته گفتند که انما اخوف ما اخاف على امتی من ائمه المضلین. سخت‌ترین چیزی که به امتم میترسم این من ائمه، اخوف ما اخاف علیکم ائمه المضلون. سخت‌ترین چیزی که برای امتم میترسم، از همه سخت‌ترین چیزی که برای امتم میترسم این امام‌های گمراه گشتگانند. امام‌هایی که، پیشواهایی که گمراه گشته‌اند، طاغوت پرست شده‌اند و خیانت بر امت، بر قرآن و سنت و بر دین میکنند. پیامبر میترسیدند از این چنین انسان‌ها، زیرا که اینها سببگاری گمراه گشتن امت بالکامل می شود. و در جای دیگر گفتند که اخوف ما اخاف على امتی او اخاف على امتی من كل منافق على اللسان. من بر امتم می ترسم از همون منافقایی که با زبان گویا و برو دارد. پس باید بشناسید که کسانی که در بالای منبرها میبرند به سوی این کفر و شرک دعوت میکنند، اینها از قرآن و سنت روی تافتند و از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دور شدند. رسول الله میگویند من راغب عن سنتی فلیس منی. کسی که از سنت من روی تافته است از من نیست. بارک الله فیکم. اما انتخابات این شرک است. خواه انتخابات رئیس جمهوری، انتخاب کردن یک رئیس، یک حاکم، یک امیر که به حکم غیر الله حکم کند و شعارش شعاری طاغوتی است، جاهلیت است و حکمش حکم غیر الله، دموکراتی و غیر است، و یا خواه انتخاب نمودن
نمایندگان از بین مردم در مجلس‌های دهاتی یا که محلی یا که ناحیوی و ولایتی یا که جمهوریوی باشد. اشتراک کردن در این نمود انتخابات ها، این اشتراک کردن در شرک است، واقع شدن در شرک اکبر است و به شکننده اسلام واقع شدن است و به شکننده لا اله الا الله چنگ زدن است و ایمان آوردن به طاغوت است. زیرا انتخابات چیست؟ انتخابات یعنی که انتخاب کردن یک حاکم بجز سبحان الله حکومت الله. به این معنا که شما یک انسان را انتخاب میکنید و میگید که این انسان درست است، صالح است و من قبول دارم که در بالای ما به حکمی که شعارش دموکراسی و آزادی است به همین حکم میکند. شما یک حاکمی را بجز الله به خود انتخاب کردید، یعنی به خود یک اله نوی را، یک اله دیگری را، یک الهی که بجز الله هست انتخاب کردید و این شرک اکبر است و این عیناً به همون به مانند سجده کردن به قبر، ذبح کردن به قبر است، شرک است. شما وقتی که انتخاب میکنید یک نماینده را، شما انتخاب کردید که این انسان نماینده ما است، قانون برآورد، قانونی برآورده ای را ما قبول داریم. یعنی به خود یک قانون برار، یک حاکم، یک حکم کننده بجز الله سبحانه و تعالی انتخاب کردید. به خود یک رب، یک الهی را قبول کردید. شما در روزهای انتخابات صف میکشید و انتظار میشوید تا که مشرک شوید به خود یک الهی نوی را، یک رب نوی را از این بشرهای گمراه گشته، از این طاغوت ها انتخاب بکنید. کفر بر طاغوت شما کجا شد؟ لا اله الا الله که به زبان میگفته چی شد؟ همه‌اش نابود شد. لا اله الا الله به شما هیچ فایده ندارد. کسی که دیده و دانسته به این انتخابات ها می رود عذری ندارد، مشرک است. کسانی که می توانند که این مسئله را فهمند، همه چیز را می فهمند لیکن دین را نمی فهمند و پروا ندارند، اینها به شرک اکبر در همین روز انتخابات واقع میشند. به اهمیتشان به شرک اکبر میبرد. پس الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره نساء میگوید: الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. آیا دیدی کسانی را که بر دروغ دعوای مسلمانی میکنند؟ یعنی ما مسلمان میگویند اما این سخنشون دروغ است، دعوایشون دروغ است. چرا؟ برای اینکه اینها اراده حکم طاغوت را دارند، اراده دارند که طاغوت به بالای اونها حکم بکند، اراده این طاغوت ها را دارند. یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت، میخواهند که مراجعت به طاغوت ها بکنند، میخواهند که حاکمانشون طاغوت باشد، کسایی که بغیر حکم الله حکم میکنند، میخواهند که قانون برارهایشون یک انسان‌های باشد که مخالفی قانون الله رسول حکم میکند. این است اراده حکم طاغوت. در حالتی که الله چی گفت؟ گفت که وقد امروا ان یکفروا به. ای مسلمان ها من شما را امر کردم که به این طاغوت ها کفر ورزید. از این حاکم ها، از این انتخابات ها، از این قبول نماینده ها، از این قانون برارها، از این کسانی که بغیر حکم الله حکم میکنند، از اینها دور باشید، به اینها کفر ورزید. کفر ورزیدن یعنی اجتناب کنید، دور باشید، ترکشان کنید، بغض و عداوت نسبت اونها داشته باشید، دینتون را حفظ بکنید. این نماینده هایی که شما طول 30 سال قبول کردید و این عالم مشاهده دارد طول این 100 سال، به شما هیچ نه فایده دنیوی دارن نه فایده اخروی. آخرتتون به مجردی آواز دادن، امضا گذاشتن، آخرتتون پایان یافت، به شرک اکبر واقع میشوید. توبه نکردید بمیرید، الله سبحانه و تعالی نمیبخشد. چیزی که در سوره نساء میگوید و در دو جای قرآن میگوید: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا.
و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما مبینا. پس کسی که شرک کرد الله نمیبخشد. بزرگترین گناه، بزرگترین سبحان الله عملی که انسان رو به جهنم میبرد این شرک اکبر است. و همین انتخابات شرک اکبر است. شما میگید که بله یک امضا ماندن شرک است. بله شما در همین امضا ماندن، در همین قبول کردن انتخابات و رفتن الله را به یک طرف گذاشتید، دین الله را به یک طرف گذاشتید، قانون الله را به یک طرف گذاشتید، لا اله الا الله را ترک کردید و بر ضد دین، بر ضد قانون الله، بر ضد رسولش، بر ضد لا اله الا الله قدم زدید و امضا گذاشتید. لا اله الا الله چی میگوید؟ نیست معبودی بر حق بجز الله. رکن اولش کفر بالطاغوت است. یعنی طاغوت حاکمی که به غیر حکم الله حکم میکند، حاکمی که قانون میبرارد، حاکمی که حلال الله را حرام میکند، حرام الله را حلال میکند، حاکمی که زنا را جایز گفته، پرسنت را جایز گفته، عرق را جایز گفته، لیواته را جایز گفته، کافر مسلمان را برابر کرده. شما میروید همین را انتخاب میکنید، پس شما هم به شرک اکبر واخوردید و انتخاب کردید همه این حرام هایی که او حلال کرد و این همه حلال هایی که او حرام کرد. او همه ضدیتی که به دین داره شما انتخابش کردید و گفتید که این حالا هم دوستی ما است، حالا هم انتخاب شده ما است و حالا هم ما لشکری او هستیم، حالا هم ما به او رضا هستیم. الله المستعان. دین شما به مجرد همین نابود می شود. پس شرط بگویم رکن اولی لا اله الا الله این کفر بالطاغوت است. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره میگوید، نظر بکنید آیه 256 فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. اگر امت اسلام به همین آیت عمل میکردند عزت پیدا میکردند، کفر شرک را میفهمیدند و خودشان را دور میگرفتند. هر کسی که کفر به طاغوت ورزد، اجتناب از طاغوت بکند، دور بشود، طاغوت را بشناسد و ایمان به الله بیارد، همانا که به ایمان صحیح، به اسلام صحیح چنگ زده. یعنی همانا که مسلمان است، اما کسی که کفر به طاغوت ندارد مسلمان نیست. کسی که به انتخابات اشتراک میکند او کفر به طاغوت ندارد، او ایمان به طاغوت دارد، زیرا که به روز انتخاب اله رفته است، به روزی که همه مردم به خود یک الهی را انتخاب میکنند اون هم اشتراک کرده است. الگوی من و تو باید ابراهیم علیه السلام باشند، باید محمد صلی الله علیه وسلم باشند، باید صحابگان باشند، سلف صالح باشند. اونها همه طاغوت را ترک کردند، به طاغوت کفر ورزیدند. ما هم نجاتمان در همین است. الله بشارت داده است به کسانی که ایمان به الله آوردند و اجتناب از طاغوت کردند. واجتنبوا الطاغوت، اجتناب از انتخابات نمودند. اما افسوس که امروز این شعار طاغوت را نه فقط حکومت بلکه ملاهای حکومتی و امروز حزبی ها و امروز مدخلی ها، امروز این سروری ها و این گمراه ها این انتخابات را اعلان میکنند، دعوت به سوی انتخابات میکنند و مردم را به شرک میکشانند. بالخصوص خطرناکترین جماعت در باب انتخابات حزبی ها و مدخلی ها است. از این دو جماعت دور باشید وگرنه شما هم به شرک آمیخته میشوید. شما را به سوی شرک دعوت میکنند، به سوی طاغوت پرستی دعوت میکنند. اینها طاغوت را ایمان میحسابند، ایمان آوردن به طاغوت را واجب میدانند، اما قرآن و سنت و مذهب سلف میگوید که کفر به طاغوت ورزید. بارک الله فیکم. پس این بود نصیحت بنده که از طاغوت دور باشید، با الله و رسول اطاعت بکنید و دین خود را حفظ بکنید. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.